بعضی نمازگزارانی هستند که خداوند بر اونها ویل میگه. ویل یعنی آتش جهنم. خداوند در سوره ماعون میفرماید فویل للمصلین، ویل است برای نمازگزاران. در اینجا خداوند نگفت که اونها بی نمازند و به همین خاطر بر اونها ویل است، بلکه گفت که ویل است برای نمازگزاران. اونها را خداوند نمازگزار میگه. چگونه نمازگزاری هست که خداوند بر او ویل میگه؟ در دوام آیت صفت همین خیل نمازخانه ها را بیان میکنه خداوند. الذین هم عن صلاتهم ساهون، همون نمازخانه هایی که از نماز خود غافلند، پروای نماز ندارند. پس حال اون نمازگزاری که نمازخوان است، خداوند او را نمازگزار میگه، بازم بر او ویل میگه، حال او کسی که اصلا نماز نخواند چی میشود؟ یا اینکه قصدن همین نماز را ترک بکنه. برادرها و خواهرایی که نسبت نماز به پروایی میکنه، خوب اندیشه کنه که ویل چی معنا داره. ویل یعنی آتش جهنم. خداوند بر شما ویل میگه، یعنی بر شما آتش جهنم است. کمی اندیشه کنه کسایی که نماز به عذر ترک میکنه، کار مهمتر از نماز میدونه. در جای کار میبیایی 1 ساعت عبیدای، همون 1 ساعت در تلفن میشینی. وای بر حال همین خیلی انسان هایی که نماز به عذر ترک میکنن.